روز 3 مارت در مرکز ملی شفابخش یا بیمارستان قریه بالا در بنای کورپوس 10 چلخون خولف آوازخوان شناخته تاجک را جراحی گرده کردند. در این باره در فیسبوک ژورنالیست تاجک سیاف میزروب خبر داد. او چلخون خولف را با گرده ترین سرانده تاجک نام برده خبر داد که روز 4 مارت وقتی آوازخوان بعد نرکوز دوباره به اوش آمد خواهش کرده است که مخلصانش در حق او دست به دعا باشند. چلخون خولف در پایان سالهای 80 توسط انسامبل گنجینه که تحت رهبری استاد روانشاد ظفر ناظم به خاطر معرفی و تبلیغ ترانه و رقص و سنت و مراسم مردمی تشکیل شده بود به صحنه کلان آمد و سالهای اول بیشتر ترانه های مردمی را می سراید. نخستین ثبت چلخون خولف به دهه یا دویت بازوبندم رابطه بود که برای این آوازخوان اون وقت جوان شهرت سراسری آورد. سالهای آخر چلخون خولف بیشتر بر پایه اشعار کلاسیکان از جمله بر غزلیات حاجی حسین کمگورتی ترانه ایجاد می کند، ولی در خواندن ترانه های مردمی نیز همچنان توانا و زبردست اعتراف شده است. یکی از شاکاری های تازه او ترانه لب دریا است که هم با مضمون، هم با آهنگ روان و هم با سبک اجرای چون همیشه ویژه نوتکرار چلخون خولف به دل مردم رو یافت. از همه مخلصان این آوازخوان محبوب، انسان مهربان و دریادل خواهش میکنیم که در حقش دعا کنند. برای استاد چلخون خولف شفای کامل و عاجل میطلبیم.